به جای عبدالرحیم رحیموف به مقام دادستان ولایت ختلان جمشید میرزاخانزاده و به جای رحمان علی امامزاده به مقام معاون دادستانی این ولایت محمد رضا خلیفه زاده تعیین شدند. جمشید میرزاخانزاده که رتبه گنرالی دارد تا کنون سردار ریاست نظارت اجرای قانونها در مقامات مبارزه با فساد در دادستان کل تاجیکستان بود و یکی از نفران نزدیک به دادستان کل یوسف رحمان به شمار می رفت و مسئول نظارت اجرای قانونها در مقامات مبارزه با فساد بود. محمد رضا خلیفه زاده باشد زاده نایه همدانی بوده تا حال در دادستانی کل در مقام سردار ریاست نظارت اجرای قانونگذاری در بخش‌های انداز، حمایت و دستگیری دولتی صاحبکاری و در گذشته یک زمان در مرکز مطبوعات دادستانی کل کار میکرد. حمزه علی مظافروف دادستان منطقه کولو به ولایت ختلان تعیین شده است. مظافروف تا رسیدن به این منصب در دادستانی کل به حیث سردار ریاست نظارت اجرای قانونها در مقامات امنیت ملی فعالیت داشت. در این باره روز 25 ژانویه سال 2024 رادیوی آزادی با تکیه به منابع خود در ختلان و کولاب خبر داد. بنا به اطلاع منابع این رسانه، میرزاخانزاده و خلیفه زاده را به عنوان دادستان و معاون دادستان ولایت ختلان روز 22 ژانویه به کارمندان این نهاد معرفی کردند. دادستانی قبلی منطقه کولاب خیبر زیدالله زاده آخرهای ماه اکتبر سال 2023 با اتهام چشم‌پوشی از کردارهای غیر قانونی در تقسیمات قطعه‌های زمین از مقام برکنار شده بود، اما باقی رهبران نهادهای دادستانی و دیگر نهادهای حفظ حقوق قدرتی ولایت ختلان و منطقه کولاب را پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 19 ژانویه سال 2024 در جریان جلسه شورای امنیتی از کار راند. اما به جای دادستانی شهر کولاب کسی را تا حال تعیین نکردند. قطب‌الدین دوستی زاده که در گذشته معاون دادستانی نقلیات تاجیکستان بود و ماه نوامبر سال 2021 در این منصب کار میکرد، روز 24 ژانویه در اساس همون سپارش پرزیدنت امامعلی رحمان از مقامش برکنار کرده شد. چیز چورش را گرفته از کولاب رفت. تا حال کسی به جای دوستی زاده تعیین نشده است. گفته است یک منبع آگاه. به کدام وظیفه نو تعیین شدن او معلوم نیست. یادآور میشویم که روز 19 ژانویه سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که رئیس شورای امنیت این کشور نیز است، در جلسه شورای امنیت از سطح پست کسبی ناهوده براری نسبت به اجرای وظیفه‌های خدمتی راه دادن به حالت‌های کروپسیونی، زیاد شدن جنایت‌های دارای خصوصیت‌های اکستریمیستی و تروریستی و قاچاق مواد مخدر به تندی انتقاد کرد و سپارش داد که تمام رهبران ساختارهای حفظ حقوق و نهادهای قدرتی ولایت ختلان و منطقه کولاب با شمول دادستانها و معاونانشان، سرداران و معاونان سرداران میلیسیا، اگنتی مبارزه با کروپسیا، اگنتی مبارزه با مواد مخدر، گروه‌های فوری کمیته دولتی امنیت ملی را از منصب راندند.